اینجا ژاپنه، جایی که ربات‌ها بهت خوش آمد میگن و کارمند انسانی دیگه دموده شده. فکر کن چمدون تو یه ربات خوشتیپ برات بیاره، اصلا دیگه کی به آدمیزاد نیاز داره؟ ولی اصل کاری توالداشونه، یعنی گوشی شما انقدر آپشن نداره که اینا دارن. صندلی گرم کن، خودشور و از همه خنده دارتر. فشار خونت هم میگیره. لامصب منشی دکترم دقیق‌تره. واسه پارک کردنم فیلم بازی میکنن. ماشین یا موتور یا دوچرخه رو تحویل میدی، خودش با آسانسور میره زیر زمین طبقه دهم پارک میشه. انگار داری نوشابه دستگاه میخری، ولی بجاش بهت ماشین میده. قطاراشون هم دیگه نگم برات، موشک اصلا با 320 کیلومتر سرعت میرونه، یعنی چش رو هم بذاری رسیدی. گرونه ها، ولی عوضش مثل ساعت کار میکنن، یه ثانیه هم دیر و زود نمیشه. کلا شهراشون یه لول دیگه است، همه چی هوشمنده. آدم با خودش میگه داداچ ما کجاییم اینا کجان؟ انگار اینا تو 2050 زندگی میکنن، ما تو قرون وسطا. تو خیابون که در حال راه رفتنی یهو یه ربات میگه برو کنار نفتی نشی. بله، اینم یه ربات دیلیوریه که به سرعت داره غذا یا خرید مشتری رو میرسونه. حتی واسه خوابیدن هم ایده دارن. هتل کپسولی، یه لونه نقلی فقط واسه خواب. البته ما که تو خونه‌هامون فوتبال بازی میکنیم شاید یکم احساس خفگی کنیم. حالا تو کامنت ها بگین ببینم کدوم تکنولوژی باحال‌تر بود. لایک و سابم فراموش نشه.